اسموک داداش، من زیاد تغییری تو لباست نمیبینم. برای ای چه لباسی خریدی؟ خب پلیسم بلانسیاگاست دیگه. اولندش اسموک جان، ما از بلانسیاگا اصلا تحریمیم. دومندشی بلانسیاگاش چرا اصلا فارسی نوشته؟ ده همین دیگه، از نمایندگی اصلش خریدم. بچه امسال واقعا ترقه بازی ها کم بود. الان که داره سال تحویل میشه، ترقه ها مطمئنم الان آماده کردن بهتره کنن، ما هم بریم بیرون بازی کنیم. حالا فعلا یکم وایسیم تا سال تحویل بشه، یکم خوش بگذرانیم. تا حالا اگه خواستیم خودمان بفرستیم رو هوا بریم. آغاز سال 1404 هجری شمسی بر شما بینندگان عزیز و گرامی مبارک باد. اما به دلیل عزاداری هیچ گونه برنامه‌های عیدی از جمله پایتخت و سایر برنامه‌ها پخش نمی‌شود. خداحافظ شما. بچه‌ها عیدتان مبارک. توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. خب بچه‌ها، امروز میخوام که برای مسافرت ببرمتون خارج. حتما دوباره میخوام بریم پارک سر کوچه شادو بزنیم. اونجایی که میخوام ببرمتون تو خوابم نمیبینید. از این بهتر نمیشد، مجبوریم همینجا سرش کنیم. بچه‌ها دختران نگاه کنین اونجا، اسم کدوم مخشه بزن. دختره شماره چنده؟ وای چرا خدا نذارین داداشم بیان، شر میشه. اتفاقا بهتره بگین خانواده‌ام تشریف بیارن تا ما شب دیگه نخواهیم با گل و شیرینی خدمت برسیم. خودمون چیزی میگم، ما قصد جسارت نداشتیم، همینجوری گفتیم. هی بچه توف بزرگان، یه مسافرت هم نذاشتیم بریم. آخه پدر من کبیر جای مسافرته، اونجا هم پاره شدم. آی 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 هنوز درد میکنه. سیجی داداش برست خانت که دوز زده، یه دانه وسیله هم نذاشته تو خانه. یا خدا. خب برابر، اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید و کانال جیتی لند رو سابسکرایب کنید. در ضمن پیشنهاد میشه که چراغ خانه رو خاموش کنید وقتی میرین بیرون، چون که بهتره تا ساعت 3 شب روشن باشه. 2 تا ویدیو این بغل میاد که برین اون رو نگاه کنید. تا ویدیو بعد، یا حق.